عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بین‌نهایت عزیز و بسیار ارجمند کانال خرد. طور همه شما آگاهی دارید ما سنه 22 نوامبر آزمونی را تحت عنوان حافظ خوانی دایر نمودیم و این آزمون طول 1 ماه دوام یافت و در این مدت زیاد از 50 نفر شرکت ورزیدند. نفر در این آزمون می توانست اشتراک کند که یک غزل را از دیوان خواجه حافظ پیشکش نماید و ما دیروز این آزمون را جنبست کردیم، غالبان معین گردیدند و حالا من میخوام برای شما یک معلومات نامه مختصری راجع به این آزمون گفته گذارم. جای اول سزاوار اعظم جان سیدوف گردید که سزاوار جای اول یعنی 1000 سامانی و 10 نامگو کتابی که مرکز خرد نشر نموده بود، از جمله از کتاب‌های از خوب به عالی، 7 عادت مردمانی موثر، پدری ثروتمند پدری فقیر، کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، بستان پیامبر، کیمیاگر و عموما کتابایی که ما منتشر نموده ایم گردیدند. یا رب سبب ساز که یارم به سلامت، یا رب سبب ساز که یارم به سلامت، باز آید و برهاندم از چنگ ملامت. خاکی رهی آن یار سفر کرده بیارید، تا چشم جهان بین کنم از جای اقامت. جای دوم دارای 500 سامان مکافات پولی داشت و همچنین 5 کتاب موتیواسیونی که به این جای دوم سزاوار گردیدن زینالدین زهری زاده که بیرون از کشور بودن و یکی از نزدیکانشون آمد تحفه آنها را میگیرند. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. و جای سوم نصیب مهرآور گردید که با 5 کتاب موتیواسیونی از مرکز خرد قدر کرده شدند. ای بیرندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد تو برم خود را باش، هر کس آن درود عاقبت کار که کشت. و در این آزمون یک دادرک ما با نام رامیز استادزاده که زیاده از 5000 پرسماتر و لایک ها و کامنت ها گرفت، از بس که در این آزمون این دادرک ما غزل را پر نخوانده بودند، ما رامیز جان را با مکافات پولی و تحفه ها قدر نمودیم. با آن 9 اشتراکچی خردسال ما که در این آزمون شرکتی فعالانه داشتند، حافظ خالق زاده، عزیز بیگ نظرف، دردانه بابک و زیبا عبدالله زاده، شاهین قربان علی، عبدالواجد آدینایف، مهرانه هادی زاده، رامیز استادزاده و آریانا اکرمی با تحفه ها از جانب شرکت یاور قدردانی گردیدند، چون که شرکت یاور در این برنامه با ما همکار بود. یک بار دیگر به همه شما سپاس، موفق باشید و در آمد سال نو میلادی به شما و به خاندان شما برکت، سعادت و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. با مرکز خرد بمانید.